дар ҳамин рӯзи ид, дар намози ид дар масҷидҳо одатан пул ҷамъ мекунанд дар байни сафҳо гашта. Ҳамин то кадом дараҷа дуруст аст? این بیچاره ها آخر محتاج است همه وقت جمع میکنه دیگه چیکار کنه. مسجد کی به ذمه میگیرد؟ مسجد مثلا پولدارا به ذمه نگیرد. مسجد یک درآمد علاهیده نداره. مسجد صرف و خراجات دارد. وقتی که شما نماز عید میرید و بالای مسجد به گروزیتا هست، فلان جای تو میسازی، فلان جای تو میسازی، بالای مسجد ها هم خیلی گپا هست. بعد می بیچاره اونا چون میکنه با همین بیچاره مردمی نماز خوان بلا ماندگی همه با همه ها جمع میکنه. خیلی کن روز عید پیامبر صلی الله علیه وسلم هم مردم نصیحت کردن که خاصتا زنهای رفتند و اکنون ما از روزی که خودمون میشناسیم مسجد رام شدیم، مسجد روزی عید دسترخوان میداشتن تا حاضر همین عادت هست. بعد یه روز همین حدیث حضرت بلال خواندم وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنهای نصیحت کردند، گفتن که زنها من شما دیدم که اکثر اهل دوزخ از زنها عبارت بود. و زنها از بین زنها خیسه گفت که برای چی یا رسول الله؟ گفتن که برای اینکه شما کافر میشتن. گفتن که به الله؟ گفتن نه به شوهرها. بعد زنها از ترس روز قیامت همش همون انگشتریناش و حلقه هاش گرفته به دامن حضرت بلال و به هم دسترخوانه که می داشتن می پرتافتن. یعنی همین حدیث هست در صحیح بخاری، حضرت بلال همراه یک صحابه همین خیلی دسترخوان می داشتن، زنها حلقه و طلاهاشون می پرتافتن، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خودشون صرف نمی کردن. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم با مردم خاطرش جمع شود که پیغمبر از مردم پول جمع کرده زندگی نمی کرد. پیغمبر به الله تعالی صدقه حرام کرد. پیغمبر علیه السلام از مردم پولدار گرفته به کمبغلا تقسیم میکردن، خودشان نمی گرفتن. به هر حال که این مسجدها حاجت دارد برادر، خیلی شما مجبور نیستید نتید، اگر هیچ کس شما نمیزند، اگر نخواهید نتید.